برای آخرین بار میپرسم، جنسا مال کیه؟ فکر کنم این طولانی ترین بازجویی تاریخ باشه، چون من رفیقامو به هیچ وجه نمیفروشم. یکا واس اسقره، جا سازش خونه اکبر خاک بر سره. گفتم خلاف اسقر بده، گفت اسکل سود خلاف ضرب در صده. یه زمان خورده میفروخت عقل و با ماری، با پسر خالش دوتایی تو گاری بودن. دیگه سوار میشه شاسی، ویلا لواسون و همشش بازی. همینقدر کافیه. بیا بهشون زنگ بزن بگو خودشونو بیا معرفی کنن. الو، اسقر داداش، میگم منو اینجا شوک الکترونیکی دادن دیگه، مجبور شدم لوتون بدم. منو فروخت یاره. رفیق را ارزان نفروش که قیمتش بالاست، آدم فروش کثیف بگرد دنبال بابات. رفیقم لاشی ترین آدم این شهر، تو رو باید پرتت کنن ته در. وینیستون پشت وینیستون.